امر بالمعروف کو نهی لمنکر تگ پس بملار کو مند پیغمبر تگ پس بملار کو مند پیغمبر پا قرآن کوي راته امر پني کوي تل نهي بديو تل نهي بديو تل واړې زندگی زمون د کالا خوښیو تل نهي بديو تل نهي بديو تل امر په تکرار کړه پاک غني اکبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. خب اسباب النجات چیست؟ توبه، مغفرت، ایمان، قبول دعوت، پیروی پیامبر و بعد از انقطاع سلسله پیامبران پیروی علما، پیروی دعوتگران، پیروی مصلحین و تفسیر و تعبیر نکردن دین بس با هوا و هوس خود یا طبق هوا و هوس خود، بلکه پرسیدن دین از پیامبر، از وارث پیامبر. اینها اسباب نجات هستند. اسباب هلاک چیست؟ تکبر، استکبار، غرور، دشمنی با پیامبران، دشمنی با دعوتگران، دشمنی با ائمه، دشمنی با خطبا، دشمنی با واعظان، دشمنی با اونهایی که صالح و مصلح هستند. اینها اسباب هلاکت هستند. و کسانی که راه هلاکت را گرفتن هلاک شدن، تباه شدن، و کسانی که راه دعوت و نجات را و پیروی پیامبر را گرفتن اونها کامیاب شدن به شکل معجزانه. و عذاب الله که آمد باز هیچ فردی نمیتونست از عذاب خود را برهانه. نوح علیه السلام با پسر خود به کنعان که کافر بوده با اون میگه یا بنی ارکم معنا، ای پسرکم با ما سوار شو در کشتی. اون میگه سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، ما با کوه بالا میشم، کوه بسیار بلند است، سطح آب مرا نجات میده. پیامبر الله پدرش برش میگه لا عاصم اليوم من امر الله، از عذاب الله امروز هیچ کسی در عصمت و در حفاظت نیست. در آخر خدمت همه شما عزیزان عرض میکنم که سوره نوح را خود در خانه های خود در یکی از تفاسیر که به پشتو است، به دری است، بخوانید. تفسیراتش، مثالهایش، مصداقهایش، احکامش در اونجا بخوانید تا آشنایی مستقیم با قرآن داشته باشین. الله متعال همه ما شما را توفیق بده که راه نجات را بگیریم و الله متعال به فضل و مرحمت خود همه ما شما را از راه گمراهی و گمراهان در حفظ و رعایت خود داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.